بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام یک مسئله رو راجع به تاریخ که گاهی ذهن آدم و این مسئله دور میکنه از دانستن تاریخ برای شما مطرح کنم. ما میشنویم تاریخ افغانستان یا 10 بار شنیدیم تاریخ 5000 ساله افغانستان. این از یک لحاظ درسته و از لحاظ دیگه درست نیست. از این لحاظ درسته که ما میگیم تاریخ 5000 ساله افغانستان در این بلادی که الان اسمش افغانستان و این مرزهای خودش داره با این همسایه های خودش، در این بلاد، در این سرزمین مردمان مختلفی زندگی میکنن از اقوام مختلف. این اقوام اینها 5000 سال پدران و نیاکانشان در این سرزمین زیستند، جنگیدن، مهاجر شدند و هزاران اتفاق اینجا افتاده. اما فعلا بعد از همه حوادثی که در این 5000 سال افتاده، این کشور اسمش شده افغانستان. خب کی شده؟ 100 اندی سال قبل. یعنی این مردمی که 5000 سال در این سرزمین زندگی کردن، 100 اندی سال قبل بنا به اتفاقاتی که میفته، حکومتی که به یک قوم دست یک قوم قرار میگیره، بعد نام افغانستان از این قوم میاد به همین سرزمین و روی همه اقوام قرار میگیره و هویت همه اقوام هم به همین نام جاگزین میشه. خب این یک نگاهه که این نگاه درست. یک نگاه دیگه نگاهیه که آیا افغانستان 5000 سال به همین نام بوده؟ قطعاً 5000 سال به این نام نبوده. آیا مردم افغانستان 5000 سال اینها مداوم، همین مردمی که در همین محوطه زندگی میکنند، مداوم اینها حکومت‌ها یکی پس از دیگری همین اقوام حکومت‌هایی داشتن؟ نه، قطعا نداشت. گاهی مغول‌ها می آمده اینجا رو می گرفته، گاهی تیموریان، گاهی اعراب و همینطور اقوام دیگه بر این سرزمین مستولی می شدن. اما در این 5000 سال اقوامی از همین خاک هم به حکومت‌هایی رسیدند، مثل غوریان، غزنویان، هوتکیان، درانیان. در طول تاریخ اقوامی که دارای انسجام، وحدت بودند، همیشه توانستند قدرت رو در دست بگیرن و یک حکومت یک پارچه یا یک امپراتوری تأسیس کنند و بر اقوامی که مسلط می شدند همیشه حاکم باشند. این در طول تاریخ وجود داشته و در افغانستانی که امروز ما در او زندگی می کنیم هم همین گونه است. وقتی که احمدشاه ابدالی حکومتی رو تأسیس میکنه و خودشو از پیکر افشاری ها جدا میکنه، بناهن قومی رو بر اقوامی که در همین سرزمین فعلا به نام افغانستان قومی رو مسلط میکنه، قوم خودشو، و کم کم این قوم دارای یک حکومت متمرکز میشه و هویت افغانی رو بر روی همه ساکنان این منطقه‌ای که الان اسمش افغانستانه قرار میده و همه جای دنیا هم همین وضعیت بوده. شما اگر در فرانسه نگاه کنید، در انگلیس نگاه کنید و همینطور ایران و کشورهای عربی هم همین روال بوده. اقوامی که حکومت‌ها رو می‌گرفتن و غالباً هویت خودشون رو بر روی همه اقوام دیگر قرار می‌دادند و این در طول تاریخ رواج داشت. این سرزمین هم به همین شکل پیش رفته.